بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری، من رضا هستم از خوزستان. آقا رضا از خوزستان. آقا رضای بزرگوار، برادر گرامی، ما 2 تا کلیپ پخش کردیم در برنامه. اگر لطف بفرمایید در مورد این کلیپ ها صحبت کنید، بعد انشالله مطلب خاصی هم اگر دارید به شما وقت خواهیم داد که در موردش اظهار نظر کنید. بله، در مورد همون کلیپ ها میخواستم بگم که آقای انصاری اینا از فریبکارانه و روباهگونه است. مثلا من خودم تحقیق کردم، اینا میگن ما با اهل سنت انفسنا هستن، اهل سنت برادر ما هستن، وهابیت دشمن ما هستن. بعد من تحقیق کردم دیدم اهل سنت همون وهابیته، اینا هم به اهل سنت وهابیت میگن. اصلا تمام عقاید اینا فریب و دروغ و مکر و نیرنگه. من فکر میکنم اینا هدف اصلیشون فقط قدرت و ثروته، دیگه هیچ چیز دیگه هدفشون نیست. فقط همینو عرض کنم خدمتتون. آقا تشکر از شما برادر گرامی، تشکر از شما. خواهش میکنم. خداحافظ شما. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا. حين ولدت أعطيتني